آخرین کتابی که از جانب مرکز خیرات ترجمه و نشر گردید، رمان نویسنده مشهور ژاپنی هاروکی موراکامی جنگل نروژی می باشد. هاروکی موراکامی یکی از نامزدان جایزه نوبل در بخش ادبیات است. همین طور در این مرکز کتاب‌های ترجمه و نشر می‌شوند که از لحاظ موضوع و محتوا ارزش بلند دارند. اگر ما در جهان امروز چی معلومات چی انفرماسیون ها می رود، اگر جوانان ما آگاه نباشند ما خیلی قفا میمونه. به همین خاطر ما خواستیم که هرچی بیشتر و هرچی زودتر و سریعتر کتاب‌هایی که باید هر یک خواننده تاجیک خواند در نوبت اول اون کتاب‌ها را ردبندی کرده از همون سایت‌های جهانی که امروز گویم ریتینگ درجه بندی میکنن کتاب‌ها را، از همون 10 گانه 20 گانه و 30 گانه بهترین کتاب‌ها ما امروز نیت داریم که به زبان تاجیک از زبان اصلی از زبان انگلیسی روسی ترجمه کرده پیشکشی مردم گردانیم. تا امروز از جانب مرکز خیرات 20 نامگوی کتاب‌های مشهور دنیا ترجمه و نشر شدند که اینها از 3 بخش عبارتند: بخش ادبیات بدیهی جهان، بخش کتاب‌های انگیزشی و بخش کتاب‌های روانشناسی میباشند. و طلبات امروز جامعه در سرتاسر جهان همین گونه است. مثلا چند سال قبل کتاب‌های ددکتیوی خواننده زیاد داشت، مثلا دوره شوروی گویم رمان و یا حکایه آثار بدیهی محبوبیت داشت، خواننده داشت. امروز نه بلکه در تاجیکستان در سرتاسر دنیا امروز مردم کتاب‌های موتیواسیونی را می‌خوانند، چون که در جامعه که تلاطم‌ها زیادن مردم به آرامش به امید نیاز دارد و کتاب‌هایی که به مردم آرامش و امید دهند میتوان کتاب‌های موتیواسیونی و کتاب‌های پسیکولوژی باشند که مردم از روی طلبات جامعه. به همین خاطر ما بیشتر رو تکیه کردیم به کتاب‌های موتیواسیونی. همین گونه یک سیستم رو برای ماندگی هستیم که بیشتر می‌خوایم که با جوانانی که دانشگاه ختم میکنن و یگان زبان میدونند با اونها همکاری کنیم تا اینکه هم سوی دانش اونها تکمیل یابد و هم کارهای ما هم پیش رود. و متاسفانه امروز از زبان انگلیسی به زبان تاجیکی ما ترجمه خیلی کم داره. بله از زبان اما متخصصان خوب داریم از زبان روسی به زبان تاجیک ترجمه میکنن. از جانب دیگر کتاب‌های بخش ادبیات جهان برای اشتراکچیان آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است توصیه داده می شود. مسئولین مرکز خیرات تلاش دارند که کتاب‌های ترجمه شده فصیح و روان و فهما و جوابگو به معیارهای زبانی تاجیکی باشند. آنها در پی به نشر رسانیدن کتاب‌های دیگر نیز هستند. ما نیت داریم که در آینده نزدیک شرح جامع مثنوی معنوی را به مناسبت روز مولانا نشر کنیم. همچنین کتاب‌های بسیار خواندنی که این در سرتاسر جهان مشهورند و خیلی خواننده زیاد دارند، کتاب‌های یوول نوح هراری، مختصر تاریخ بشر، آینده نظری، فوتورولوژیا و عموما کتاب‌هایی که فکر میکنم و یک پرینسیپ کاری ما همین است که ما میخوایم که سر از سال 2017 یا 2015 این جانب کتاب‌ها رو منتشر کنیم که کتاب‌های مثلا سال 90 85 این کتاب‌ها کمی مثلا از نگاه مضمونی شاید دیر شده باشد برای خواننده امروزی ما. از بخش کتاب‌های بدیهی ما کتابی دیوار خراسان، رمان دیوار خراسان از محمد زمان صالح چاپ کردیم، کتابی جنگل نروژی از هاروکی موراکامی نشر کردیم، اوشو را چاپ کردیم. خوب از کتاب‌های موتیواسیونی باشد از انتونی رابینز، رابرت کیوساکی، ناپلیون هیل، کوی استیون، جیمز کولینز و فکر میکنم همون 10 گانه که بهترین کتاب‌ها بودن ما هم 10 گانه رو چاپ کردیم و حالا در ردبندی 20 قرار داریم و در آینده در ردبندی 30 نیت داریم رویم و همین گونه نیت داریم اقلا 100 تا کتاب بهترین جهان منتشر کنیم. اقدام دیگری مرکز خیرات به شکل صوتی گردانیدن کتاب‌های نشر شده میباشد. آنها در سامانه‌های اجتماعی نیز فعالند. همچنین با مؤلفان اکثر کتاب‌های ترجمه شده ارتباط نیز دارند و پیش از به نشر رسانیدن کتاب اجازه مؤلف را نیز میگیرند. آرایش و صفت کتاب‌ها نیز خیلی خوب است.